بریم با هم یه جوجه درست کنیم که نه آتیش و منقل و باربیکیو میخواد نه روغن. حالا این جوجهمون چیا میخواد؟ بال و کتف مرغ، پیاز نگینی خورد شده، ریحون خورد شده و ادویه هم نمک و فلفل و زنجبیل و از همه مهمتر سس انار یا رب انار نوبرونه. تمام موادمون رو خوب با هم مخلوط میکنیم و سس انار بهش اضافه میکنیم. اگر سس انار نداشتین رب انارتون رو با یه مقدار آب رقیق کنید و به موادتون اضافه کنید. بال و کتف مرغ رو بهش اضافه میکنیم، خوب ورز میدیم و 2 ساعت میذاریم تو یخچال تا حسابی طعما به خورده هم برن و جوجه هامون مزه دار بشن. حالا همه تیکه های جوجه‌مون رو توی تابه میچینیم، بدون قطره روغن روی حرارت میذاریمش. برای این جوجه حتما باید از قسمت کتف و بال مرغ استفاده کنیم که خودشون توی بافتشون چربی دارن. یک طرف جوجه‌مون که خوب سرخ شد، محلول زعفرونمون رو بهش اضافه میکنیم و اجازه میدیم تا طرف دومم خوب سرخ بشه. ببینید چقدر قشنگ دارن سرخ میشن بدون روغن. آخرش سس رو به جوجه‌مون اضافه میکنیم و زمان میدیم تا قوام بیاد و اصطلاحاً به روغن بیفته. به همین جذابی حتما امتحانش کنید که فوق‌العاده است.